اما اجازه بدین راجع به اون بیت که میگه رستم درسته که با سر و سبیله، یعنی به نظر میاد که خیلی خردمنده و بدن قوی داره، ولی میگه یقین دان که شهوت او رو کشته. همین رستمی که ما در شاهنامه میشناسیم میدونین چجوری کشته شده. یک کمی راجع به این ما صحبت کنیم. اما قبل از این که راجع به مرگ رستم صحبت کنیم که چقدر به قول عوام مفت میمیره، واقعا سر هیچ و پوچ میمیره، ما یک کمی به داستان رستم و اسفندیار نگاه کنیم. برای اینکه قبل از اینکه رستم اسفندیار رو بکشه، سیمرغ به او گفته که اگر اسفندیار رو بکشی روی خورشید دیگه نخواهی دید، زندگی خراب خواهد شد از اون به بعد. پس اجازه بدین ما چند مطلب راجع به اسفندیار بخونیم و بعد برسیم به این که چجوری رستم با اسفندیار جنگیده و چجوری او رو کشته و از اون به بعد بخت برگشته و سر یک داستان خیلی باور نکردنی رستم به کام مرگ رفته و مولانا میخواد ما این داستان رو بدونیم. رستم گرچه که با سر و سبلته ولی علت مرگ شهوته. ببینیم که آیا در ما هم صادقه. اسفندیار پسر گشتاسپ مردی است که جوانی، شاهزادگی، پهلوانی و رویینتنی را در خود جمع کرده است. گرچه برازنده ترین مرد زمان خیش است ولی احساس خوشبختی نمی کند. حرص و فکر این که اگر پادشاه بشود حس خوشبختی خواهد کرد او را رها نمی کند. حاضر نیست تا مرگ پدر صبر کند. آشکارا از پدرش می خواهد که پادشاهی را به او بسپارد. پس از اینجا شروع میشه که اسفندیار پسر گشتاسپ، یعنی اسم پدرشه، که شاه و مردی است که چندین تا خاصیت روی خودش جمع کرده. اولا جوان، ثانیاً شاهزاده است، بعد پهلوان. این که شاهزاده باشی و پهلوانم باشی، این دوتا خاصیت به نظر میاد که در هیچ کس در شاهنامه نبوده، فقط ایشون هستن. به علاوه اینها رویینتنه، یعنی چیزی بهش اثر نمیکنه، یعنی شمشیر و تیر و اینا. رویینتنی به لحاظ مولانا یا بحثایی که ما میکنیم اشاره میکنه به اینکه امکان این وجود داره که یک نفر فضاگوشا باشه و این رویینتنی از اونجاست که اگر ما فضاگوشایی کنیم و در این لحظه به او زنده بشیم ما آسیب نمیبینیم، چون در بسته هست، چیزی به مرکز ما راه نداره. اسفندیار میتونه این رویینتنی رو در خودش تجربه بکنه و عملا میکنه. پس جوان، شاهزاده و پهلوانه و رویینتنه، اما از زندگی راضی نیست، احساس خوشبختی نمیکنه. یه همچون احساسی واقعا برای شما آشنا نیست. یه گرچه برازنده ترین مرد زمان خودشه که این شاهزاده است و همه این اختیارات رو داره و اختیار سپاه و اینا، ولی فکر میکنه باید شاه بشه. بنابراین آشکارا به پدرش میگه که همونطور که تو، پدر گشتاسپ لهراس بود، تو پادشاهی رو از او گرفتی، بهتر این پادشاهی رو هرچه زودتر به من بدی، من جوانم، به من بیشتر میاد تا تو. بله، بنابراین فکر پادشاه شدن دست از او بر نمی داره و در این توهمه که اگر شاه بشه خوشبخت خواهد شد، او رو ول نمی کنه. البته همینطور که میدونید
وقتی کشته میشه حتی یک روزم روی شاهی رو نمیبینه اسفندیار. حس خوشبختی خواهد کرد. شما چی؟ شما فکر میکنی اگر به این چیز برسی، از این کوه بری بالا، قدرت تو اینجا بیاد، خوشبخت خواهید شد؟ الان با این وضعی که هست شما راضی نیستین. خاصیت اسفندیاری رو در خودتون میبینید، نارضایتیشو. بنابراین حاضر نیست صبر بکنه تا پدرش بمیره. به پدرش میگه پادشاهی رو به من بده. پدرش پادشاهی رو نمیده و ایشون رو میفرسته به مأموریت‌های مختلف، ظاهراً برای اینکه بمیره. و پدرش هم ظاهراً با پادشاهی همانیده است، همونطور که پسرش همانیده است. نخستین بار او را به جنگ ارجاس به تورانی میفرستد و اسفندیار تورانیان را از ایران بیرون میراند، ولی پدر پادشاهی را واگذار نمی کند. پس اول مأموریتی که پدرش میفرسته احتمالاً کشته بشه، کشته نمیشه، پیروز برمیگرده، ولی زیر قولش میزنه و پادشاهی رو واگذار نمیکنه. دومین بار از او میخواهد که دین بهی یعنی دین زرتشت را در جهان رواج دهد و اسفندیار در این کار موفق می شود، ولی باز پدر به قولش عمل نمی کند. پس پدرش بهش میگه که برو دین زرتشت رو در جهان اشاعه بده و در این کار پیروز میشه. البته این کار آسانی صورت نمیگیره، ولی اسفندیار موفق میشه. حالا پس اشاعه دهنده دین زرتشت هم هست. پدرش هم همینطور که میدونید میخواد دین رو رواج بده. اینجا این سوال پیش میاد که اگر واقعا این دین حقیقی، این دینداری و رواج، من دارم فردوسی رو دارم عرض میکنم چه چیزی رو میخواد برسونه. احتمالاً شما هم فکر کنید اگر یک کسی دیندار حقیقیه و دین رو اشاعه میده، چطور فکر نمیکنه که باید به خداوند زنده بشه، مرکزش از جنس عدم باشه؟ اصلا پادشاهی چیه؟ که امروز مولانا میگفت این پادشاهی هم از استدراج توست. چطور به نظر اسفندیار نمیرسه؟ از طرف دیگه گشتاس پدرش چسبیده و همانیده شده با پادشاهی و نمیخواد واگذار کنه. در یه سطح دیگه شما در نظر بگیرید، شاید فردوسی میخواد به ما نشون بده که اگر پدرش رو به جای خداوند بذارین، وقتی شما یه چیزی رو میخواهین و بهت نمیده باید دست بردارید. در یه سطح عمیق دیگه. سوم، بعد از رواج دین بهی یعنی زرتشتی، پادشاه نه تنها به قولش وفا نمی کند، بلکه او را در اثر بدگویی شخصی به نام گرزم در گنبدان دژ به بند می کشد. خودش به زابلستان می رود و رستم خانواده زال و همه زابلیان را به دین بهی دعوت می کند و همه بدون مقاومت می پذیرند. پس بعد از رواج دین زرتشت که اسفندیار موفق میشه، پادشاه به قولش عمل نمیکنه. یه شخصی بدگویی میکنه که این اسفندیار که این همه شاهی رو میخواد توطئه کرده و میگه که ببرین اسفندیار رو در گنبدان دژ به بند بکشید. وقتی این زندانی میشه و بند کشیده میشه، خودش میره پیش رستم، میگه که همه شما باید دین زرتشت رو بپذیرید و رستم و تمام زابلستانیان دین رو میپذیرند. خیلی عجیبه باز هم که چطور ایشون پادشاه رفته و رستم 2 سال اینجا میمونه و مهمان رستمه و دینش هم رستم میپذیره. بعدا میفهمیم که بر ضد رستم توطئه میکنه، برای اینکه به اسفندیار میگه که باید بری اینو دست بسته بیاری. حالا
در حالی که گشتاسپ یعنی هم پدر اسفندیار 2 سال است مهمان رستم است، ارجاسپ تورانی به ایران لشکر میکشد و لهراس پدر گشتاسپ را در بلخ میکشد و خانواده او مخصوصا خواهران اسفندیار را به اسارت میبرند و آنها را در قلعه به نام رویندژ نگهداری میکنند. پس شاه در زابلستان پیش رستم مهمان اونه، رفته دین و اشاعه بده. یه دفعه دوباره این ارجاسپ تورانی حمله میکنه و پدرش رو در بلخ میکشه و خواهران 2 خواهرش رو به اسارت میبرند و الان گشتاسپ سراسیمه به پایتخت برمیگردد، چون تاب مقاومت در مقابل ارجاسپ تورانی را ندارد به یاد پسرش اسفندیار میافتد و وزیرش جاماسپ را برای تقاضای کمک به زندان میفرستد با این وعده که اگر حمله تورانیان را دفع کند پادشاهی را به او واگذار خواهد کرد. پس وقتی تورانیان حمله میکنند و پدرش رو میکشند و دختراش رو به اسیری میبرند، دوباره سراسیمه به پایتخت برمیگرده و میدونه که در مقابل ارجاسپ تورانی نمیتونه مقاومت کنه. به یاد پسرش اسفندیار میفته که بیاد کمک کنه و تورانیان رو بیرون کنه، ولی پسرش خیلی دل آزرده است. این همین اسفندیار جاماسپ و وزیرش رو که میفرسته به زندان، البته او از همه آزرده شده، حتی از خواهرانش، برای اینکه سراغش نیومدن. جواب نمیده. اسفندیار حاضر به همکاری نیست تا اینکه به او میگویند تورانیان برادر وفادار او فرشیدورد را نیز کشتند. اسفندیار میگه نمیتونم، بریم خودتون هر کار میخوایم بکنید. و به میگن که برادرت که خیلی بهش علاقه داشتی اونو هم کشتند. یک دفعه اسفندیار بنده ها را پاره میکنه و عازم میدان میشه. اسفندیار روانه کارزار میشود، تورانیان شکست خورده و گریزان میشوند، ولی گشتاسپ باز هم به وعده عمل نمی کند و واگذاری پادشاهی را منوط به آزادی خواهران اسفندیار یعنی دختران خود می کند. پس پدرش میگه که نه، برو خواهراتو آزاد کن، بیا پادشاهی رو میدم. و اسفندیار قبول میکنه. اسفندیار خواهرانش را هم آزاد میکند که البته این آسان نیست، مانند رستم از 7 خان میگذره و 7 خان رو من از اینترنت کپی کردم اینجا گذاشتم و شما ببینید که از این 7 خان اسفندیار مانند 7 خان رستم چجوری بوده. 7 خان اسفندیار در شاهنامه داستان سفر پرخطر این شاهزاده ایرانی به رویندژ برای نجات خواهرانش هما و بهافرید از اسارت ارجاسپ تورانی است. او با راهنمایی گرگسار و تکیه بر شجاعت رویینتنی خود 7 مرحله دشوار را پشت سر می‌گذارد که شامل نبرد با گرگه‌ها، شیرها، اژدها، زن جادوگر، سیمرغ یا کرکس که مرغ‌های بزرگی بودند، برف و سرما و عبور از رودخانه است. پس بنابراین 2 خواهرش که هما و بهافرید در رویندژ نگهداری میشند، اسفندیار از 7 خان میگذره که به این ترتیبه. خلاصه 7 خان اسفندیار به این ترتیبه. خان اول 2 گرگ. در ضمن گرگسار کسی است که از در واقع سرداران تورانی است که اسفندیار اینو با کمند گرفته، همین که راهنماشه. کسی به نام گرگسار راهنماشه در این سرزمین توران که به او راه رو نشون بده که در خان آخر او رو میکشه. برای اینکه این گرگسار درسته که راه رو نشون میده ولی هر دفعه
در واقع دلش میخواد اسفندیار کشته بشه و موفق نشه، ولی اسفندیار او رو رها نمیکنه و مواظبه و دستباشو میبنده و از این چیزا. خان اول دو گرگ اسفندیار با گرگ‌های تنومند و وحشی که مانند فیل بودند مبارزه کرد و آنها را با تیر و شمشیر از پای درآورد. این خان اول اسفندیار بوده. خان دوم دو شیر بود. در نبرد با دو شیر گرسنه و درنده اسفندیار با مهارت و قدرت توانست آنها را شکست دهد. خان سوم اژدهاست. اسفندیار با اژدهای خروشان روبرو شد و با هوشمندی او را در نبردی سخت نابود کرد. خان چهارم زن جادوگر. یک زن جادوگر قصد فریفتن اسفندیار را داشت، اما اسفندیار با هوشیاری او را شناخت و به هلاکت رساند. خان پنجم سیمرغ یا کرکس. اسفندیار با پرنده عظیم‌الجثه سیمرغ یا کرکس که تهدیدی بزرگ بود جنگید و او را از بین برد. خان ششم برف و سرماست. اسفندیار باید از بیابانی پر از برف و کولاک شدید عبور میکرد که با مقاومت و تدبیر از این مرحله جان سالم به در برد. خان هفتم عبور از رود هست. در نهایت اسفندیار از رودخانه خروشان و پرخطر گذشت و به نزدیکی رویندژ رسید و در اینجاست که گرگسار یک شیطنت هایی به بار میاره و اسفندیار او رو میکشه. گرگسار همون سرداری بود که توران زمین رو میشناخت و بعد اسفندیار که اینجا نیست، البته وقتی این قلعه رویندژ رو میبینن که دوتا خواهرش اونجا زندانی، میبینه که اینجا اصلا از سنگ ساخته شده، امکان دسترسی به این قلعه نیست و خیلی سخته و به نظرم از یه چوپانی میپرسن که این قلعه چجوری و اینا، میگه این دوتا در داره، یکی به سوی ایران یکی به سوی چین. به هر حال داستان خیلی طولانیه، ما خلاصه کردیم. اسفندیار پس از گذر از این 7 مرحله به کمک همکارانش وارد رویندژ شد، ارجاسپ را شکست داد و کشت و خواهرانش را آزاد کرد. درسته؟ 9. شاه باز هم به قولش عمل نمی کند و واگذاری تاج و تخت را منوط به این شرط می کند که اسفندیار رستم را دست بسته به نزد شاه آورد. پس پدرش میگه که این رستم به اینجا نیومده پیش ما، به ما بی احترامی کرده، در حالی که 2 سال پیشش بوده و رستم از او پذیرایی کرده و خیلی ها بهش میگن این بهانه است، اسفندیار نرو، و اخترشناسان به او میگن این اسفندیار کشته خواهد شد. به نظر میاد پدرش بدش نمیاد اسفندیار بره کشته بشه. خب این نشون میده که در سطح داستان چطور یه پدر هم دینداره هم پسرش رو میخواد به کشتن بده. این چه جوری عشقیه. و از طرفی اسفندیار هم بهش گفته میشه خواهی مرد، ولی از بس مغرور به رویینتنیش و پهلوانیش و جوانیش و موفقیت‌های گذشته‌اش که میگه که نه، من رستم رو شکست میدم و دست بسته به خدمت شاه میارم و پادشاهی رو میگیرم. البته فکر نمیکنه که خب باز هم ممکنه شاه زیر قولش بزنه. دوباره این فکر در عمق پیش میاد که اگر پدر میگه پادشاهی رو نگیر، شاید معنیش این باشه که خوشبختی تو و حس نقص تو از پادشاهی نیست. اما اسفندیار با مادرش گله میکنه و میگه که اگر پدرم تاج و تخت نده به زور خواهم گرفت. پس اجازه بدین چند بیت بخونیم. چون این گفت با مادر اسفندیار که با من همی بد کند شهریار، مرا گفت چون کین لهراسپ شاه، بخواهی به مردی ز ارجاسپ شاه.
همان خواهران را بیاری ز بند، کنی نام ما را به گیتی بلند. جهان از بدان پاک بیخو کنی، بکوشی و آرایشی نو کنی. همه پادشاهی و لشکر تو راست، همان گنج با تخت و افسر تو راست. کنون چون برآرد سپهر آفتاب، سر شاه بیدار گردد ز خواب. بله، بگویم پدر را سخنها که گفت، ندارد ز من راستی ها نهفت. وگر هیچ تاب اندر آرد به چهر، به یزدان که بر پای دارد سپهر. که بی کام و او تاج بر سر نهم، همه کشور ایرانیان را دهم. تو را بانوی شهر ایران کنم، به زور و به دل جنگ شیران کنم. بله، پس اسفندیار به مادرش میگه، مادرش شاید نماد قسمت نرمشه، میگه به زور پادشاهی رو از پدرم خواهم گرفت. برای اینکه حالا فرض کنیم قصه با مادرش میگه، مادرش اسمش کتایونه و پر از نرمشه، پر از زیباییه. کما اینکه جوابش رو وقتی میده متوجه میشیم. به مادرش میگه که پدرم با من بد میکنه. به من گفت اگر بری که پدرم رو که لهراسپ شاه از ارجاسپ شاه بگیری، که من رفتم این کارو کردم، خواهرانم از بند بیاری و نام پادشاه بلند کنی که دختراش در توران زمین زندانی اند، پیش ارجاسپ شاه هستند و من رفتم این کارو کردم. و گفت اگر دین زرتشت رو در جهان اشاعه بدی و یک خط مشی و دین نوی رو به وجود بیاری، من پادشاهی و لشکر رو میدم به تو، همه گنج و تخت و تاج مال تو. که نمیده. حالا اگر صبح بشه و آفتاب طلوع کنه و شاه بیدار بشه، به او خواهم گفت که تو دروغ گفتی، به قولت وفا نکردی. و اگر خشمگین بشه تاب به چهرهش بیاره، من به خدا قسم میخورم که بدون رضایت او بی کام و تاج از سرش میگیرم و میذارم سر خودم. همه کشور رو به ایرانیان میدم و تو را که مادرمی بانوی شهر ایران میکنم و این کار رو به زور و به دل مثل شیر انجام خواهم داد. خلاصه ولی مادرش اینطوری جواب میده: غمی شد ز گفتار او مادرش، همه پرنیان خار شد بر برش. بدانست کان تاج و تخت و کلاه، نبخشد ورا نامبردار شاه. مادرش ناراحت شد، غمگین شد، فهمید که این کارو خواهد کرد. بله، همه اون نرمیشش و زیباییش و با واژه پرنیان ایشون داده شده همه خار شد و میدونست که گشتاسپ یعنی پدرش تاج و تخت و کلاه رو نخواهد داد. بله، بله. بدو گفت که این رنج دیده پسر، ز گیتی چه جوید دل تاجور. مگر گنج و فرمان و رای و سپاه، تو داری بر این بر فزونی مخواه. یکی تاج دارد پدر بر پسر، تو داری دگر لشکر و بوم بر. داری نصیحت میکنه مادر که تو خیلی رنج دیدی، آره خیلی جنگ کردی و آرزوی پادشاهی داشتی، ولی پادشاه دنبال چیه؟ گنج، فرمان و سپاه همه رو داری تو، فقط یه تاج داره، خیلی از تاج همه مال توست، فرمانده تو هستی، همه کار تو هستی. این پدرت همینطوری اونجا نشسته به تاج سرش داره. یکی تاج دارد پدر بر پسر، فقط یه تاج اضافه داره. تو لشکر داری، گنج داری، همه چی رو داری. درسته؟ چو او بگذرد تاج و تختش تو راست، بزرگی و شاهی و
بختش تو راست. اگر او بمیره تاج و تختش مال توست، یه خود صبر کن، تمام اون بزرگی و شاهیش و بختی که داره مال تو خواهد شد. خب این قسمت ادامه داره، وقتی برگشتیم خواهیم خوند. علت اینجا رو میخونم اون بیت رو معنی کنیم که رستم چجوری مرده و چرا اونطوری مرده. پس تا اینجا متوجه شدیم که اسفندیار کی بوده و الان پدرش میخواد بفرسته پیش رستم تا دستهای رستم رو ببنده، دست بسته پیش پدرش یعنی گشتاسپ بیاره تا پادشاهی رو تقدیم کنه. عرض کردم که ستاره شناسان میگن که نکن این کار رو، اسفندیار خواهد مرد. به اسفندیارم میگن، ولی اسفندیار میره دنبال مأموریت که رستم رو دست بسته بیاره و پادشاهی رو تحویل بگیره تا به رضایت و خوشنودی و خوشبختی برسه. شما هم یه ذره فکر کنید. برای اینکه این بیت مولانا رو معنی کنیم، رستم ارچه با سر و سبلت بود، دام پاگیرش یقین شهوت بود. میگه هم رستم هم شخص شما که صاحب خردین، صاحب قدرتین، صاحب بدن قوی هستین و همه چیز ظاهری قوی هستین، بدونین که از طریق شهوت گیر خواهین افتاد و شکار خواهین شد. پس بنابراین مواظب باشین که به جای رفتن و گذاشتن چیزها در مرکز و ژاژ درمانی فضا رو باز کنید، بذارین زندگی از طریق شما فکر کنه و حرف بزنه. غیر از این چاره‌ای نیست. برای اینکه این بیت خوب بفهمیم، امروز سعی کردیم مرگ رستم اصلی رو توضیح بدیم که مولانا نظر داره به اون ماجرا، و برای اینکه مرگ رستم رو خوب بفهمیم قرار شد که داستان اسفندیار رو خیلی خیلی خلاصه بیان کنیم و رسیدیم به اینجا که اسفندیار همانیده با پادشاهی است. همطور که عرض کردم جوانی، پهلوانی، شاهزادگی، رویینتنی رو با هم داره. ارزنده ترین مرد ایام خودشه، به همه چی دسترسی داره، ولی فکر میکنه که نارضایتی و ناخوشبختیش از اینه که پادشاه نیست و پدرش گشتاسپ قبل از مردن باید پادشاهی رو به او بده و پدرش او رو به چندین مأموریت میفرسته که همه خطرناک هستند و اسفندیار موفق برمیگرده. پدرش پادشاهی رو نمیده و با مادرش که صحبت میکنه میگه که من این پادشاهی رو فردا ضمن یادآوری دروغگویی پدرم از او به زور خواهم گرفت. مادرش آشفته میشه و نصیحت میکنه. به نظر میاد که نصیحت مادرش کارگر میفته و او این کار نمیکنه، ولی مأموریت دیگه ای رو قبول میکنه که خیلی خطرناکه و اون این است که پدرش میگه باید بری رستم رو دست بسته پیش من بیاری و تقریبا همه مخالف این کار هستند. اولا رستم جهان پهلوان، نخواهد گذاشت دستشو ببندند. از طرفی ستاره شناسان پیش بینی میکنن که اسفندیار در این راه خواهد مرد، به خودشم میگند. به علت اینجور روی این تنه اهمیت نمیده و خب اینا همه معنی داره برای ما چرا اسفندیار به پیش بینی ستاره شناسان و مرگ خودش اهمیت نمیده. حالا در سطح داستان هم
خب میتونیم بفهمیم چقدر یه نفر با من ذهنی اشتباه میکنه، در حالی که دسترسی به فضای حضور داره از اون استفاده نمیکنه. پس بارها به نظر میاد فردوسی میخواد یادآوری کنه که مثل مولانا شما از فضای ژاژ فکر و عمل نکنید، از فضای همانیدگی و شهوت، دیدن بر حسب همانیدگی ها، حرفشون یکیه در واقع. و گفتم تکرار کنم این حرف های مادرش رو، بدو گفت که رنج دیده پسر. اینا رو مادرش میگه به اسفندیار، پس از اینکه میگه و از پدرم به زور خواهم گرفت و نصیحت میکنه به پسرش. بدو گفت که رنج دیده پسر ز گیتی چه جوید دل تاجور، مگر گنج و فرمان و رای و سپاه تو داری بر این برد فزونی مخواه. بیشتر از این دیگه نخواه، همه رو داری. یکی تاج دارد پدر بر پسر، تو داری دگر لشکر و بوم و بر. چو بگذرد تاج و تختش تو راست، بزرگی و شاهی و بختش تو راست. صبر کن بمیره تاج و تخت به تو خواهد رسید، چرا صبر نمی کنی؟ بله، به زبانهای نرم و مادرانه بهش میگه که سبب ناخوشبختی تو نیست که به شاهی برسی. به شاهی هم برسی باز هم حس نقص و نارضایتی و ناخوشبختی خواهی کرد. اما از اون ور سیمرغ که به رستم کمک خواهد کرد، خیلی بخشا رو گذاشتیم چون نمیشد در مدت کوتاه گفت. سیمرغ رستم را از رازی در وجود اسفندیار و کشتن او وجود داره باخبر می کند و به این ترتیب میگه که هر کس که او خون اسفندیار بریزد، ورا بشکرد روزگار، همان نیز تا زنده باشد ز رنج، رهایی نیابد نماندش گنج. بدین گیتیش شوربختی بود، وگر بگذرد رنج و سختی بود. گیتی یعنی دنیا، روزگار. بله، بشکرد یعنی شکار میکنه اونو. همینطور که امروز گفتیم هر کسی از جنس دنیا باشه، دنیا او رو شکار خواهد کرد. شرط این که دنیا ما رو شکار نکنه این است که فضا رو باز کنیم، از جنس آن جهان بشیم. همینطور که بز کوهی رفت بالای کوه و ماده بز رو دید، فکر کردی 2 متر نگو 300 متر فاصله و پرید و صیادان این جهان نشسته بودن و شکار کردن با آسونی. پس ما باید ببینیم که آیا اون چیزی که ما میخواهیم و این فاصله ای رو که ذهنشون میده واقعا فاصله همین قدره، یا نکنه ما قانون جبران رو زیر پا گذاشتیم، فاصله خیلی بیشتر از اینه و با پریدن ما به اونجا نمیرسیم. بله، میگه که هر کس او خون اسفندیار رو بریزه. چی میگه اینا رو؟ سیمرغ میگه. و الان خواهیم دید که خب اینا تن به تن جنگ میکنند و خلاصه رستم میدونید زخمی میشه. رستم متوجه میشه که از عهده اسفندیار بر نخواهد اومد، فکرهایی به سرش میزنه از جمله فرار و میدونه که اگه فرار کنه اسفندیار خانواده‌اش رو خواهد کشت و متوجه میشه که این انتخاب خوبی نیست. حتی پدرش میگه میتونی بری و نجات پیدا کنی، ولی به هر حال میدونین که پر سیمرغ و زال داره. رستم زخمی شده و آتش میزنند پر سیمرغ و سیمرغ چاره اندیشی میکنه، میگه که تو باید یه چوب گزی که چوب گزم چوب واقعا بی ارزشی است، یعنی ارزش زیادی نداره، در کنار چوب رویده اینو میبری
و با آتش راست میکنه و 3 پر و 2 پیکان درش می نشانی و اینو باید بزنی به چشم اسفندیار. ولی اول باید دعوت کنی به صلح و آرامش و حتی التماس و اینا. اگر قبول نکرد باید بزنی به چشمش و نقطه ضعفش همین چشمش و دیدش و شما هم اینو میدونید نقطه ضعف ما در طرز دید ماست. ولی بهش اینا رو هم میگه که هر کس که او خون اسفندیار رو بریزه او را روزگار به زودی شکار خواهد کرد و اگر زنده هم باشد از رنج رهایی پیدا نمیکنه، گنجی براش نمیمونه، زندگیش خراب میشه، در این جهان بدبخت میشه، اگر هم بمیره در اون جهان هم بدبخت میشه. ولی همچو تنگنایی است رستم ما. و مولانا میخواد بگه که اینا به خاطر شهوت هست، همین بلاها که سرش میاد. حالا باید بخونیم ببینیم که چجوری دیگر باره. و بنابراین رستم همین کارو میکنه، چوب گز رو میبره و همین کاری که سیمرغ کرده بوده گفته بوده انجام میده و دوباره شروع میکنه به التماس کردن و این چند بیت رو میخونه. دیگر باره رستم زبان برگشاد، مکن شهریار راز بیداد یاد، مکن نام من در جهان زشت و خوار، که جز بد نیاید از این کارزار، هزارانت گوهر دهم شاهوار، همان یاره زر با گوشوار. یاره یعنی دستبند، بله دستبند طلا. پس میبینید که رستم میگه که شهریار را از ظلم و ستم یاد نکن، تو داری به من زور میگی و ظلم میکنی، من جهان پهلوان هستم، اسم منو میخوای زشت کنی، چجوری میشه دستای منو ببندی؟ از این کارزار ما، از این جنگ ما جز بدی نخواهد اومد، من بیا هزاران گوهر به تو بدم و خلاصه زر و گوشوار و هرچی میخوای. درسته؟ دگر گنج سام نریمان و زال، گشایم به پیش تو ای بی همال، همه پاک پیش تو گرد آورم، ز زابلستان نیز مرد آورم، که تا مرد تو را نیز فرمان کنند، روان را به فرمان گروگان کنند. بله بی همال یعنی بی همتا. خلاصه میگه که گنج زال و سام نریمان رو من پیش پای تو میریزم، هرچی بخوای از گنج و طلا و تو بیمانند هستی، پهلوان بی نظیر هستی، همه رو تقدیم میکنم به تو و آدم ها رو هم میارم در خدمت شما، هرچی من دارم، هرچی مرد که از ته دل در فرمان تو باشند. خلاصه ولی دستامم نبند. بله بعدم میگه با شما میام از آن پس به پیشت پرستاروار، دوام با تا آیم بر شهریار، ز دل دور کن شهریار را تو کین، مکن دیو را با خرد همنشین، جز از بند دیگر تو را دست هست، به من برچه شاهی و یزدان پرست. پس میگه مثل پرستار در خدمت شما، بدو میریم خدمت پدر تو که شهریاره، تو بیا این چین رو از دلت دور کن و دیو رو با عقل همنشین نکن. این جنگ ما فایده نداره، نه جنگیم. رستم میگه غیر از بستن دسته های من راه دیگه هم برای تو وجود داره، که هم شاهی مورد احترام من هستی، هم که دین بهی را در جهان رواج دادی، یزدان پرستی. میخواد بگه تو چجوری یزدان پرستی که شما اینقدر زور میگی
و دیو رو بر عقلت مسلط کردی. به زبان ما یعنی من ذهنیت کار میکنه با چین که درده. درسته؟ حالا جواب اسفندیار ببینیم چی هست. به رستم چنین گفت اسفندیار که تا چند گویی سخن نابکار، مرا گویی از راه یزدان بگرد، ز فرمان شاه جهانبان بگرد، که هر کو ز فرمان شاه جهان بگردد، سرایت به دوبر زمان. نابکار، بد کردار، بدکار. پس میبینی اسفندیار جواب منفی میده. چقدر حرفهای بیهوده و زشت میزنی، من باید دست رو ببندم. به من میگی از راه خداوند بگرد و از فرمان شاه بگرد. فرمان شاهی که چند بار بدقولی کرده، خودش هم گفته که این راست نمیگه و قول داده قولش عمل نکرده، میخوام تاج رو به زور بگیرم. الان داره بهش استناد میگه که فرمان شاه مثل فرمان خداونده که در جهان هر کسی فرمان شاه جهان رو، یعنی پدرم رو زمین بیندازه بر او زمان به پایان میرسه. یعنی هیچ کس یارای همچه حرفی یا همچه کاری رو نداره. یعنی تو باید دستو بذاری من ببندم، جز از رزم یا بند چیزی مجوی، چون این گفتنی های خیره مگوی. یا رزم یا بند. بیهوده حرف نزن. اسفندیار به رستم میگه. آشناس این صحبتانه؟ بله. بدانست رستم که لابه به کار، نیاید همی پیش اسفندیار. کمان را بزه کرد و آن تیر گز، که پیکانش را داده بود آب رز. همی راند تیر گز اندر کمان، سر خویش کرده سوی آسمان. بله. تو دانی که بیداد کوشد همی جنگ و مردی فروشد همی. پس گز نوعی درختی کوتاه و بوته مانند که از چوب آن برای سوختن استفاده می شود. همینطور که میبینید گز یک درخت با ارزشی هم نیست. میخواد بگه که پهلوان به این بزرگی با یک چوب بی ارزش گز قراره بمیره. پس رستم فهمید که لابه کردن فایده نداره. بنابراین کمان را بزه کرد و آن تیر گز، همونطور که سیمرغ گفته بود که با آتش راست کرده بود و تا پیکان و سپر نشانده بود، اون آماده کرد. بله. همیران تیر گزن در کمان. پس بنابراین گذاشت و شروع کرد به انداختن. سرش به آسمان کرد و گفت که تو میبینی که این ستم میکنه و همش صحبت جنگ میکنه و به من مردی میفروشه. بله. تهمتن گزن در کمان راند زود، برانسان که سیمرغ فرموده بود. بزد تیر بر چشم اسفندیار، سیه شد جهان پیش آن نامدار. پس رستم تیر انداخت سریع به اون صورت که سیمرغ فرموده بود. تیر رو زد بر چشم اسفندیار، بنابراین ضعف او هم در چشمش بود. سیاه شد جهان پیش آن نامدار، یعنی اسفندیار. خم آورد بالای سرو سهی، از او دور شد دانش و فرهی. نگون شد سر شاه یزدان پرست، بیفتاد چاچی کمانش ز دست. گرفته بش و یال اسب سیاه، ز خون لعل شد خاک آوردگاه. بله. سهی راست و بلند، چاچی کمان، کمانی که در چاچ شهری در ترکستان ساخته شده است. بش یال آوردگاه محل رزم. پس بنابراین این پهلوان یعنی اسفندیار شروع کرد به افتادن، ولی واقعا مثل سرو بود. قامتش مثل سرو بود
و وقتی چشمش دیگه کور شد و شروع کرد به افتادن، اون دانش و فرهی یا اگر فر ایزدی باش بود همش از بین رفت. وقتی اون دید حضور که میتونست بعضی موقع ها اونو روی این تن کنه، میبینی که مدت ها اونو گذاشته کنار به خاطر شاید شهوت همین شاهی، بنابراین همه چی ازش دور شد، نگون شد، سرنگون شد. ظاهرا میگه شاهی یزدان پرست. آیا فردوسی میخواد بگه که این شاه واقعا یزدان پرست نبود، دیندار حقیقی نبود؟ نگون شد سر شاه و یزدان پرست، به افتاد چاچی کمانش زده است. چاچی کمان یعنی همون کمانی که ساخته چاچ بود. بعد گرفته بش و یال اسب سیاه، یعنی این افسار به اصطلاح و یال و گرفت و افتاد زمین و آوردگاه میدان جنگ از خون قرمز شد. چون این گفت رستم به اسفندیار که آوردیان تخم زفتی به بار، تو آنی که گفتی که روی این تنم بلند آسمان بر زمین برزنم. من از 60 تو 8 تیر خدنگ بخوردم ننالیدم از نام و ننگ. بله، خدنگ نوعی درخت که از چوب آن تیر می ساختند و سختم بود، برعکس جز که اینجا گفت. بله، رستم پس به اسفندیار میگه که تخم بدی رو به بار آوردی، عدم فضاگوشایی، سفتی، مقاومت من ذهنی، تخم زفتی رو به بار آوردی. پس تخم مقاومت اگر بروی همین میشه که فکر میکردی نمیمیری. تو چی میگفتی؟ روی این تنم و بلند آسمان رو بر زمین میزنم. چی شد؟ من از دست تو 8 تا تیر خوردم و به خاطر نرفتن آبروی پهلوانی، به خاطر نامننگ اصلا آخم نگفتم، هیچی نگفتم، تو با یه تیر افتادی. ولی اسفندیار بعدا اینطوری میگه نه رستم نه مرغ و نه تیر و کمان به رزم از تن من ببردند جان. که این کرد گشتاس با من چنین بروبر نخوانم ز جان آفرین. بالاخره اسفندیار اقرار میکنه که رستم رو نکشته، هیچ چیز دیگه هم نکشته، بلکه پدرش کشته. نه رستم نه مرغ و نه تیر و کمان. میگه تیر کمان تو منو نکشت، تو با رزم بر من غالب نشدی، بلکه این حیله های گشتاس پدرم بود که من به او اصلا آفرین نمیگم. یعنی کاری درستی نکرده، کارش تحسین آمیز نبود که پسرش رو به کشتن داد. البته من نمیدونم حالا گناهان خودش که من برای خودم کردم این کارها رو، سهم خودش رو میبینه یا نمیبینه. به هر حال این حرفیست که اسفندیار میزنه. مرا گفت رو سیستان را بسوز، نخواهم کسی پس بود نیم روز. بکوشید تا لشکر و تاج و گنج، بدو ماند و من بمانم به رنج. پس به من گفته برو سرزمین نیمروز، یعنی سیستان را بسوز و رستم را از بین ببر. به من اینطوری گفته. نتیجه کارش این بود یا منظورش این بود و سعی کرد که لشکر و تاج و گنج براش بمونه، به من نده و من به رنج بیفتم. میبینین که ظاهرا اینجا هم متوجه نشده که همانیدگی با شاهی بود. اینکه هیچ موقع این فکر به نظرش نرسید که از یه شهوت، از یه همانیدگی، از یه توهم دست برداره. همین اسفندیار البته الان پدرشو ملامت میکنه که پسرشو کشته،
و میخواست سرزمین شما رو نابود کنه، که البته رستم رو میکشت، سرزمین رستم رو نابود میکرد، خانواده رستم رو هم میکشت. پس میبینین بله اینم دوباره اجازه بده اینم بخونم. رستم چنین گفت زال ای پسر تو را بیش گریم به درد جگر، که ایدون شنیدم ز دانای چین ز اخترشناسان ایران زمین، که هر کس که او خون اسفندیار بریزد سرایت بر او روزگار. بله بدین گیتی شوربختی بود، وگر بگذرد رنج و سختی بود. بله پس میبینین که هم سیمرغ هم زال به رستم گفتند که اگر اسفندیار رو بکشی روز خوش نخواهی دید. یعنی به حال تو از ته دلم میگریم. پدرش میگه به رستم که اینطور شنیدم از دانای چین، هم از دانای چین هم از اخترشناسان ایران زمین، که هر کس خون اسفندیار رو بریزه دیگه روزگار بر او سر خواهد اومد. چرا؟ ایدون یعنی این زمان یا این چنین در این دنیا همش بدبختی خواهد دید و اگر بمیره اون طرف هم رنج و سختی خواهد بود. حالا اینا رو شنیدید. یک کمی هم راجع به مرگ رستم و شغاد بله اجازه بدین همینجا باشه و شاید این بیت باشه بهتر باشه. البته شما این داستان رو حتما میدونید، ولی خب من به طور خلاصه توضیح میدم که توضیح همین بیت مولانا است. بر این بیت رستم ارچه با سر و سبلت بود، دام پاگیرش یقین شهوت بود. رستم یه برادر ناتنی داره به نام شغاد که این شغاد از به اصطلاح همبستر شدن زال پدر رستم با یک کنیز به وجود اومده. گاهی اوقات میگن از نیمه تاریک زال. شاید اینطوری معنی کنیم که 2 من ذهنی این پسر را به وجود آوردند. عشقی در کار نبوده. منظور این است که این زاده عشق نیست، بلکه زاده من ذهنیه. پس شغاد درسته که برادر رستمه، دارای من ذهنیه و این شغاد رفته پیش پادشاه کابل و دختر او رو به زنی گرفته. من خیلی خلاصه میکنم. ولی رستم هر سال به عنوان باج یا باج از پادشاه کابل که دامادش همین برادرشه یه چرم طلا به عنوان باج میگیره. بله و این مطلب رو برادرش نمیتابه، انتظار داره که حالا که برادر ناتنیش رفته با خانواده پادشاه کابل یکی شده و اینقدر جزو خانواده اونا شده، تخفیف بده و این زر رو نگیره. و البته در اینجا هم شاید رستم اگر با طلا همانیده نیست نگیره. حالا ما ایراد نمیگیریم به رستم ها، داریم میگیم داستان اینطوری میره. و یا شغاد به اصطلاح به فکر انتقام یا برادر کشی نیفته و توطئه نکنه. خلاصه شغاد با پدرزنش میشینه و توطئه میچینه که رستم را بکشند. قرار میذارند در یه مجلس شرابخواری و بزم که بزرگان هم هستند
شغاد مست کنه و از رستم و از خانواده خودش تعریف کنه و پادشاه کابل توهین‌آمیز حرف بزنه و بگه که اگر خانواده رستم تو را به حساب می آوردن می بدن سر می زدند یا مثلا این باج نمی گرفتن یا از این، حتی به رستم هم یه توهین میکنه. برقرار بر اینه که این کار که شد شغاد قهر کنه بره پیش رستم و از رستم دعوت کنه بیاد رفع توهین بکنه. خب ببینید این سخنها که به شعر البته اومده، من دارم خلاصه میکنم، از که اولا در یک مجلس شرابخواری حرف چقدر ارزش داره. صحبت‌های شغاد با پادشاه کابل و اینا همه ژاژه. اگر رستم از جنس ژاژ نباشه خب اینا چرا باید به رستم بر بخوره و بیاد رفع توهین بکنه، اصلا اهمیت بده به همچون چیزی. اینا که همه ژاژن که. بله به هر حال شغاد میاد قهرگونه به سوی رستم میگه که توهین به خانواده ما شده، توهین به تو شده، تو بیایی رفع توهین بکنی و قرار بر این است که اگر رستم اومد پادشاه کابل با پای برهنه سر برهنه بیاد به پیشواز رستم و التماس کنه که او رو ببخشه. وقتی رستم او رو بخشید برن بزم کنند و مهمانی بدند و خلاصه بعد از اون برن شکار و در راه شکار یا شکارگاه یه چاههایی بکنند و در اونجا خنجرها و تیغهای رو به بالا بگذارند که رستم بیفته تو چاه و سوراخ بشه و بمیره. بله شغاد قهر میکنه، میاد پیش رستم و توهینها رو برمیشماره. رستم خشمگین میشه، اگه از جنس ژاژ نباشه خشمگین نمیشد. برای هم میخوام فقط این بیت رو شما ببینید. رستم هرچه با سر و سبلت بود، دام پاگیرش یقین شهوت بود. پس دام پاگیرش یه چیزی در مرکزشه. چرا این چیزها روی رستم اثر داره؟ رستمی که دیو سفید کشته، از افغان مازندران رد شده، این همه خردمند پهلوانه، برای چی باید به فکر سوال دارم میکنم ایراد نمیگیرم به حرفهای برادر ناتنی گوش بده، به حرفهایی که در یه بزم شرابخواری اتفاق افتاده. چه توهینی؟ حتما یه چیزی در مرکز یکی هست که توهین، اونم از دور. بله تجربه میکنه، توهین رو تجربه میکنه. خلاصه رستم با زواره به علاوه 100 سوار به سوی کابل میرند و همونطور که نقشه کشیده بودن پادشاه کابل با سر برهنه و پای برهنه میاد به پیشواز رستم رو میبخشه و میرن. پس از بزم و اینها قرار شکار برند و میرن شکار و در راه شکارگاه رخش که نمادگونه در واقع حضور رستمه بوی خاک تازه میشنوه و عقب میکشه. رستم خشمگین است، دلتنگ هست و با شلاق میزنه و اسب میپره میفته تو چاه. البته رستم چاک چاک میشه، همینطور زواره به چاه دیگه میفته و در ته چاه بالا رو که نگاه میکنه میبینه که برادرش بالا وایستاده، میفهمه توطئه برادرش بوده و از او میخواد که 2 تیر رو در کمان بذاره و به او بفرسته که زنده زنده حیوانات وحشی رو نخورند، پس از مردن بیان بخورند و شغاد قبول میکنه. وقتی تیر و کمان به دست رستم میرسه و کمان میکشه و تیر رو میاندازه، البته شغاد پشت یک درختی قایم میشه که این درخت
نگو پوسیده است و تیر از درخت رد میشه و شغاد رو میکشه و رستم شکر میکنه که برادر خیانتکارش رو کشته است. پس به همین ترتیب زندگی رستم میبینیم به پایان میرسه. رستم هرچه با سر و سبلت بود، دام پاگیرش یقین شهوت بود. اگر در دل رستم مولانا میگه همانیدگی نبود، ناموس نبود، حرفهای یک بزم به اصطلاح پادشاه کابل که در اونجا همه مست بودند و در حال مستی حرف میزدن بهش بر نمیخورد. رستم چرا باید حرف بر میخورد که میرفت توهین بکنه که اینطوری سر هیچ پوچ بمیره. بله شما گرچه که ما خیلی سطحی این داستان رو خوندیم ولی یک کمی به داستان رستم و اسفندیار و رفتارش با پدرش و تصمیمات پدرش و حرفهای زال و سیمرغ توجه میکنیم. میبینیم که با وجودی که نصیحت کردند رستم رو که بسیار باید مواظب باشه، شاید گفتند تو باید بعد از این از ژاژ درمانی بپرهیزی، از جنس دنیا نشی و یعنی دنیا تو را شکار میکنه، ولی رستم توجه نکرده است. عرض کردم همه این صحبت ها برای معنی کردن این بیت بود که شما اگر رستم هم که هستید سر دارید و سبیل دارین، یعنی هم در بیرون قوی هستین، قدرت دارین، هم به نظر خودتون خردمندین. اگر فقط یک شهوت داشته باشین چون در سطح بالا هستین، همون یه شهوت ممکنه دام پاگیرتون بشه و شما رو بکشه. برای این داستان مربوط به مرگ رستم بود.